اما اجازه بدهید در افغانستان بمانیم و برویم به پنجشیر، جایی که یک بار دیگر امروز خبرهای نگران کننده ای از آنجا به جهان مخابره شد. منابع محلی در پنجشیر گزارش دادند که طالبان 15 تن از باشندگان ولسوالی عنابه را بازداشت کرده است. برخی از آنان به تازگی از ایران برگشتند. گفته می شود این افراد به هدف یافتن سرنخهایی از حسیب پنجشیری، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی، زیر بازجویی قرار دارند. نزدیکان بازداشت شده ها ادعا می کنند که تعدادی از این افراد حتی با سلاح آشنا نیستند. طالبان تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است، اما وزارت داخله این گروه از نصب دوربین‌های امنیتی گسترده در پنجشیر خبر داده است. مسئله زندانی کردن جوانان پنجشیر در بازگشت از مهاجرت یا زندانی کردن جوانان غیر قومی یعنی غیر پشتون اتفاقا در معرض یک آزمون خطر است. من سه چهار تا دلیل در این مسئله می‌بینم. یک، دشمنی با پنجشیری‌ها و اندرابی‌ها و اینا به عنوان کسی که آغاز کرد مخالفت با اینا و نگفت برای استبداد قومی و حکومت به اصطلاح نیابتی و دست نشانده و مزدور، این خب طبعا سنگین است برای اونا. دشمنی با غیر پشتون‌ها به طور کل که یک جریان غرض‌آلود، یک جریان تعصب‌آمیز، یک جریان تبعیض‌آمیز است و چیزی نیست که پنهان باشه و با روشن‌ترین شکل واضح است. خبرهایی که به کاکتوس نیوز رسید این است که تعدادی از همین 15 نفری که امروز در ولسوالی عنابه پنجشیر دستگیر شدند کسانی هستند که به تازگی از ایران اخراج شدند و عودت کنندگان مهاجر افغانستان در کشور ایران به افغانستان هستند که توسط گروه طالبان و جنگجویان گروه طالبان در پنجشیر به محض ورود به ولایت پنجشیر دستگیر میشن و تاکنون هم خانواده این تعدادی از خانواده های این افرادی که توسط طالبان دستگیر شدن از وضعیت زندانی ها اطلاعی ندارند.